جهانی جوانان را برای همه جوانان مستعد به ویژه جوانان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. خب البته روز جهانی جوانان در افغانستان در حالی فرا میرسه که ما میخواهیم با چند کلمه روی وضعیت جوانان صحبت بکنیم. من فکر میکنم افغانستان کشوری است که بیشترین نسل و نیروی جوان را در خود داره، ولی متاسفانه که این نیرو هر روز و متاسفانه از دهها و سالیان بسیار دور و این طرف در حال فرار هستند که یک دورنمای بسیار تاریک را تبارز میده برای آینده جوانان افغانستان کشوری است که بیشترین نسل جوان را در خودش داره. اگر جوانان افغانستان با استعدادهایی که دارند کنار هم منسجم ساخته شوند و از توانایی‌های اینا استفاده صورت بگیره، واقعا که افغانستان در فرصت بسیار اندکی بر رشک دیگرگونی میرسه. من نمیگم فقط افغانستان نیست.